به همه پرسپولیسیا، همه سرخدلا و همه طرفدارای فوتبال هر کجای این کره خاکی که هستید. اینجا پرسپولیس نامه است و طبق معمول دوستان یادتون باشه باد همیشه به پرچم پرسپولیس میخوره، حتی تو این روزای بدمون. تو بدترین روزامون هم پرچم پرسپولیس بالاست. خب دوستان، واقعیتش اینه که این تیکه‌ای که الان دارید می‌بینید که دارم صحبت می‌کنم و الان ضبطش کردم و اضافهش کردم به ویدیویی که در ادامه خواهید دید که کلا مباحث تحلیلیه و اصلا دوست نداشتم اینجور صحبت‌ها رو تو این ویدیو بگنجونم، ولی متاسفانه از دیشب تا حالا اتفاقاتی که افتاده، خرید خوب استقلال از بارسلونا و رفتارها و حرف‌های احمدی و اتفاقاتی که تو باشگاه پرسپولیس داره میفته و این حجم ناامیدی که من احساس میکنم هوادارهای پرسپولیس دارن، تصمیم گرفتم اول این صحبت رو بکنم، بعد بریم سراغ تحلیل مسائل فوتبال که این جلسه اختصاص داره به فولبک و نقش هایی که میتونه داشته باشه. دوستان، داستان اینه که بازیکن خوبی گرفته استقلال و کلن فصل نقل و انتقالات خوبی رو گذرونده. منتها من احساس میکنم این یه دونه دیگه واقعا عالی بود. یعنی بازیکن‌هایی که قبلا گرفتن بازیکن‌های خوبی بودن ولی بیشتر اسم بودن، یعنی نسبت به بازیکن‌های ایرانی بهتر بودن، اما اینطوری نبودن که بتونن خیلی واقعا ترنینگ پوینت باشن به قول انگلیسی‌ها. میتونستن بیان کمک کنن به استقلال، تیم استقلال و تیم بهتری کرده بودن. منتها این بازیکنی که الان گرفتن، منیر حدادی، این بازیکنیه که انصافا بازیکن خوبیه و تاثیرگذاره و تفاوت‌ها رو میتونه ایجاد کنه برای استقلال. مبارکشون باشه. ببینید، من فکر میکنم که استقلال و پرسپولیس آینه همدیگه هستن، نه فقط این دوتا، کلن تیم هایی که رقیب همدیگه هستن تو دنیا مثل آینه میمونن. یعنی هر کدوم از این تیم ها قوی بشه، در واقع اینا رو هم تاثیر دارن. تیم مقابل هم باید خودش رو قوی کنه، حالا نه امسال، حتما سال بعد قطعا اتفاق میفته و کلن گرفتن اینجور بازیکن‌ها به لیگ ایران، به پیشرفت در واقع تیم‌ها و کلاس کلی فوتبال ایران کمک میکنه. من ناراحت نیستم از اینکه اونا این بازیکن گرفتن، ناراحت از اینم که یکی مثل احمدی میاد صحبت میکنه و اراجیف میبافه، بی احترامی میکنه به هواداره پرسپولیس و همه رو بچه گیر آوردن، مسخره گیر آوردن. از یه طرف میگه پول هست، از اون طرف درویش نمیتونه هزینه کنه بالای 500-600 هزار دلار. خب چه اتفاقی افتاده؟ چرا با هوادارهای پرسپولیس صادق نیستید؟ اگر نمیخواید بازیکن بخرید، بازیکن بزرگ خارجی، یک کلام بیاید بگید، بگیم باشه آقا با همین جوونا ادامه میدیم. چرا 6 ماه دروغ میگید؟ با اعصاب و روان هوادار بازی میکنید. بس دیگه. امیدوارم که یک روز به زودی از دست شما خلاص بشیم. منتها یه نکته دیگه هم میخوام بگم، طولانیش نکنم. به هوادارهای پرسپولیس این ناامیدی جالب نیست به نظر من، چون من فکر میکنم که نتایج و اسامی رقم نمیزنن. یعنی درست اسم بزرگی حدادی، بازیکنهای خوبی استقلال گرفته، ولی دیدی تو بازی با ذوباهن چطور زمینگیر شدن و بیشتر از این که لحاظ تکنیکی و تاکتیکی به تیم کمک کنن، اینا بیشتر بار اعتباری دارن این بازیکنهای بزرگ، چون تو سن بالا میان و ما نمیدونیم چقدر آمادن. منتها من امیدوارم که با همین تیمی که حتی 30-40% هم تقویت شده، منظور تیم پرسپولیس، ما بتونیم استقلال هم شکست بدیم، بتونیم نتایج خوبی بگیریم، به شرط اینکه وحید هاشمیان مثل دوتا بازی اول ترکیب نچینه و یه ترکیب درست حسابی و ثابتش رو پیدا کنه. باید امیدوار باشیم، حمایت کنیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. دوستان، امروز بخوام در ارتباط با یکی از جذاب‌ترین موضوعات تاکتیکی فوتبال صحبت کنم که نقش فولبک ها در زمینه. واقعیت اینه که دیگه فولبک ها دیگه یک دفاع صرف نیستن تو زمین و الان تو فوتبال مدرن یکی از مهمترین مهره‌های هجومی تیم‌ها به شما میرن و تو موفقیت تیم‌ها بسیار تاثیرگذارن. مثلا ژائو کانسلو رو یادتونه که چطور تو سیتی تا وسط زمین می اومد، یا رابرتسون که همیشه اورلپ میکرد. اینا جفتشون فولبکن اما با نقش‌های متفاوت. امروز میخوام دقیقاً این نقش‌ها رو بهتون نشون بدم. خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ فولبک ها و کل داستان رو بگیریم و هضمش کنیم برای خودمون به عنوان یه طرفدار فوتبال، لایک و سابسکرایب یادت نره مشتی. اینجا پرسپولیسیه، کانال پرسپولیسیه، فقط پرسپولیسی‌ها حمایتش میکنن. اگه تو پرسپولیسی هم حمایت نکنی، حال ما و کار ما زاره.
خب دوستان بریم سراغ اولین و قدیمی ترین فولبک تاریخ که فولبک کلاسیکه. فولبک سنتی یا کلاسیک وظیفه اصلیش فقط دفاع کردنه و خیلی خیلی به ندرت پیش میاد که توی حمله شرکت کنه، یعنی فقط تو مواقع امن جلو میره و تمرکز اصلی فولبک کلاسیک توی دفاع کردنه. حالا ویژگی ها و وظایف این فولبک کلاسیک چیه؟ یکی این که باید تمرکزش فقط روی دفاع کردن باشه و بیشتر وقتها نزدیک خط دفاع باشه و معمولا روی سیستم 442 سنتی خیلی استفاده میشد که همون سیستمیه که من اصلا دوستش ندارم. یکی دیگه از وظایفش در واقع تمرکز روی مهار وینگر حریف و بستن فضاهای کناری بود. در واقع این اصلی ترین وظیفه فولبک کلاسیک بود که معمولا تمرکزش روی این مسئله بود. همونطور که گفتم تمرکز اصلیش رو دفاع بود، منتها یه زمانهایی هم به حمله اضافه میشد و اوورلپ میکرد. اونم چه زمانهایی که کاملا احساس میکرد امنه و خط دفاع ثبات داره و فقط برای کمک به وینگر و ارسال سانتر اضافه میشد، نه چیز دیگه. این وظیفه کلی فولبک کلاسیک بود. خب دوستان بریم یه نگاهی داشته باشیم به 3 تا از برترین فولبک کلاسیک های دنیا که رو دستشون نیامده. اولی از پائولو مالدینی بزرگ از ایتالیا و آسه میلان که تیم اول من از اروپا. آسه میلان با همه ضعفایی که الان داره استاد دفاع و پوزیشن گیری بود. مالدینی رو دستش نیامده و نخواهد آمد. نفر دوم کافو از برزیل، یکی از بهترین نمونه های فولبک کلاسیکی که کار هجومی رو هم به نحو اثر انجام میداد، اصلا فوق العاده کافو. و نفر سوم گری نویل از منچستر یونایتد که یه فولبک سنتی بود که بهترین همکاری رو با بکام انجام میداد. خب دوستان برای اینکه بهتر متوجه شین این فیلم هم ساختم با حضور افتخاری پائولو مالدینی از آسه میلان. ببینید سمت چپ پائولو مالدینی تا وسط زمین حدود، یعنی 90% مواقع تا وسط زمین میره با احتیاط. یک سری از مواقعی که احساس کنه که پشتش امنه و تیم تحت فشار نیست و دفاع متزلزل نیست، کمک میکنه به وینگر و جلو شاید بره و سانت کنه و از اون فضاهای پشت باکس استفاده کنه. اونم بی‌محابا نمیرفت، یعنی باز یه چشیش به در واقع خط دفاعی بود. خب دوستان بریم سراغ بعدی که اوورلپینگ فولبک هست یا فولبک اوورلپ. فولبکی که وظیفه داره مدام از پشت وینگر عبور کنه و عرض زمین رو بیشتر کنه و خط حمله رو تقویت کنه. چرا مهمه؟ باعث میشه دفاع حریف کشیده بشه و فضا برای پاس به داخل یا سانت باز بشه. همکاری و هماهنگی فولبک و وینگر بسیار مهمه تو این نقشی که فولبک میتونه بازی کنه. یه سری ویژگی‌ها داره تو این شرایط، نیاز به استقامت و سرعت بالا داره. معمولا بیشترین سانت ها از این فولبک ها میاد. مثالهای مدرنی داریم مثل اندرو رابرتسون لیورپول که یکی از بهترین فولبک های اوورلپ کننده دنیاست، یا آلفونسو دیویسی که من بیشتر قبولش دارم تو بایر مونیخ، با سرعت فوق العاده‌اش دائم در فاز هجومی اضافه میشه. خب دوستان برای اینکه بهتر متوجه شیم بریم این فیلمم ببینیم با حضور افتخاری آلفونسو دیویس. ببینید دیویس مدام باید لب خط حرکت کنه، همونطور که تو فیلم میبینید، یعنی بره جلو برگرده. قدرت بدنی بالا میخواد و بعد این فشار رو تحمل کنه. بازیکنهای کمی داریم مثل دیویس بتونن این در واقع پست رو به این شکل کاور کنن. دیدید که چقدر موثره و چقدر کمک میکنه به تیمایی که توش بازی میکنه. این بود یک نمای کلی از اوورلپینگ فولبک. خب دوستان نقش بعدی که میخوایم صحبت کنیم آندرلپینگ فولبک یا همون فولبک آندرلپ هست که فولبکیه که به جای اینکه کنار خط بره مثل آلفونسو دیویس به تو میزنه، به داخل میزنه و وارد نیم فضا میشه، یا همون هاف اسپیس که اینا بسیار مهمه براشون، و به تو میزنه تا در واقع وارد باکس محوطه جریمه بشه و خطر ایجاد کنه. ببینید یه مزایایی داره این آندرلپینگ فولبک، دفاع حریف رو غافلگیر میکنه، چون انتظار دارن فولبک بره بیرون دیگه، سمت خط و کناره ها بره، ولی فولبکی که یهو میزنه داخل
کار سخت میکنه برای دفاع. فضای مناسبی برای پاس‌های عمقی با ورود به محوطه جریمه باز میشه، یعنی اینکه وقتی میره خب شرایطشو داره که اضافه بشه و پاس عمقی ارسال کنه، باعث میشه وینگر به خط بچسبه، چون خود فولبک اومده تو، طبیعتا وینگر میره سمت خط و بیرون و عرض میده و فولبک فضای داخل رو پر میکنه و تنوع تاکتیکی بهتری میشه داد. خب یه کاربرد تاکتیکی داره این اوورلپینگ فولبک که زمانی که تیم حریف یه دفاع فشرده داره و کناره های خط رو شلوغ کرده، یعنی شما نمیتونی از کناره ها پاس ارسال کنی یا سانت کنی و نمیتونی استفاده کنی از کناره ها، اون زمان میتونه که در واقع اون اوورلپ فولبک ما تو بزنه و دفاع حریف رو غافلگیر کنه، کارهای ترکیبی انجام میده و دفاع حریف باز بشه. خب اگر بخوایم دو تا بهترین بازیکن‌ها تو این پست رو نام ببریم، به نظر من بهترین، یکی از بهتریناشون کایل واکر منچستر سیتی بود که وقتی فودن یا محرز به خط میچسبیدن از داخل نفوذ میکرد و کلی کار رو راحت میکرد. و یه مورد دیگه‌ش هم بن وایت آرسنال بود که اغلب حرکات آندرلپ داشت و به خط هافک اضافه میشد. خب دوستان، برای اینکه بهتر متوجه شیم بریم این فیلمم ببینیم با حضور افتخاری کایل واکر. ببینید کایل واکر وقتی میزنه جلو تو این سیستم به سمت تو میزنه، یعنی تا وسط زمین که میاد، از وسط زمین به بعد به سمت اون هاف اسپیس میره، به سمت اون محوطه جلوی باکس میره که بسیار محوطه خطرناکیه برای اینکه مهاجما و وینگرها بتونن استفاده کنن. وینگر به سمت در واقع خط کشیده میشه و میبینید که یه فضایی تشکیل شده که بتونن استفاده کنن. یه نکته مهم هم اینه که اون دفاع، اون هافبک دفاعی پشت کایل واکر باید جاشو پر کنه اگر ضد حمله خوردن، که دایره هم کشیده بودم، ولی تو خط حمله میبینید که با مهاجم و با وینگر میتونه کارهای ترکیبی تشکیل بده و بسیار موثر باشه. خب دوستان، مورد بعدی که میخوام صحبت کنم، نقش بعدی اینورتد فولبک است که این واقعا مورد علاقه خودمه و بسیار دوستش دارم و بسیار تاثیر مستقیم و مثبت داره رو تیم. حالا چه فولبکیه؟ فولبکیه که هنگام مالکیت توپ در واقع به داخل زمین میاد، به وسط زمین کشیده میشه و مثل یک هافک دفاعی به بازیکن‌ها کمک میکنه. حالا چرا مهمه؟ یکی اینکه باعث میشه تیم در وسط زمین برتری عددی ایجاد کنه، کمک میکنه تا پرس حریف شکستش موقع بازی سازی و از پرس رد بشه و همچنین تیم راحت‌تر توپو به گردش در بیاره. همینطور که گفتم دفاع تیم متعادل در میکنه، چون به خاطر اینکه دفاع نزدیک شده به دفاع وسط، دفاع چپ و راست نزدیک شده به دفاع وسط و شلوغ‌تر کرده و جلوی ضد حمله هم میتونه بگیره و بسیار این میتونه کمک کنه. و گواردیولا یکی از کسایی بود که این اینورتر فولبک ها رو عاشقش بود و استفاده میکرد. خب حالا مسئله اینه که اینورتد فولبک درست حسابی و خوب کم پیدا میشه، یعنی به این راحتی ها نیست، یه نیازمندی هایی داره یه بازیکن تا بتونه اینورتد فولبک بشه. چرا؟ چون باید باهوش و تکنیکی باشه، چون تو وسط زمین که توپو بهش میدن و میره تحت فشار توپو میگیره، باید بتونه پاسکاری کنه، تو لحظه پاس درست بده. اگر اینطوری نباشه، اونجا سوتی بده، احتمال اینکه تیم تحت فشار قرار بگیره، ضد حمله بخوره و گل بخوره زیاده. باید بازیکنی باشه که مربی بتونه بهش اعتماد کنه، باید توانایی پاس بلند داشته باشه. این یکی دیگه از گزینه‌هایی که داره، چون معمولا وقتی میاد پشت اون دوتا هافک اصلی میاد وای میسه، اضافه میشه از پشت هافک دفاعی و هافک باکس تو باکس، از پشت میتونه پاس‌های بلند ارسال کنه که حالا جلوتر تو ویدیو بهتون نشون میدم. خب اگر بخوام سه تا از بهترین فولبک، اینورتد فولبک های تاریخ فوتبال معرفی کنم، یکی ژائو کانسلو منچستر سیتی تو دوره پپ بود که واقعا با این نقش سیتی رو به تیمی تبدیل میکرد که وسط زمین همیشه برتری داشت و بسیار موثر بود. نفر دوم به نظر من آرنولد، زمانی که تو لیورپول بود، تو نسخه جدید سیستم یورگن کلوپ به هافک اضافه میشد و میتونست کمک کنه. و بازم یکی از بهترینا کیمیچ بود، در واقع کیمیچ بایرن، که اصلا هافک شد بعدن. یعنی این بازیکن انقدر توانایی بازی تو هافک داشت، اون زمانی که دفاع بازی میکرد، دفاع راست بازی میکرد، اضافه میشد به عنوان اینورتد فولبک به هافک و کمک میکرد که در نهایت اصلا کند از دفاع اومد، چه هافکی هم شد به این صورت. خب دوستان، برای اینکه بهتر متوجه بشیم بریم این فیلمم ببینیم با حضور افتخاری ژائو کانسلو در سمت چپ. البته میدونید که بیشتر سمت راست بازی میکرد، منتها من گذاشتمش سمت چپ چون خودمون الان تو پرسپولیس گیر و گورمون سمت چپ. البته میگم کانسلو توانایی بازی تو دفاع چپ هم داشت و بازی هم کرده بود.
به این صورته. نگاه کنید داخل فیلم زمانی که تیم کانسلو مالکیت توپو داره، یعنی شروع میکنه به بیلداپ بازی سازی، کانسلو میتونه به اون در واقع قسمت وسط زمین که هافک ها هستن اضافه بشه و کمک کنه به بازی سازی و فشار حریف رو بشکنه، پرس حریف رو بشکنه و بتونن موقعیت سازی کنن. حالا یادتونه بهتون گفتم باید بتونه پاسهای بلند در واقع ارسال کنه، چون پشت اون دوتا هافک میاد با اون در واقع کارهای ترکیبی که میکنن، چون تمرین کرده دیگه، اون اینورتد فول بک میدونه میخواد چیکار کنه. از اون ور وینگرها از سمت راست و چپ فرار میکنن و اینورتد میتونه پاس بلند ارسال کنه و تیمو صاحب موقعیت کنه، همچنان که این کارو میکرد تو سیتی. و همچنین میتونن همون وسط هم کارهای ترکیبی انجام بدن و توپو رد کنن از پرس حریف. خب دوستان، میخوام در ارتباط با یه اصطلاحی هم صحبت کنم که معمولا استفاده میکنن، البته به شکل درستش نه، فالس بک هست. ببینید یه اصطلاح تحلیلی برای هر بازیکن، هر نقشیه که نقش کلاسیک خودش رو رها میکنه و وظیفه جدیدی میگیره. دقیقاً مثل این چیزی که گفتیم، یعنی اینورتد فول بکیه که نقش فول بکش رو رها میکنه، میاد وسط زمین تبدیل میشه به هافک. اینو بهش میگن فالس بک. یا اگر تو خط حمله یکی دیگه هم معروفاش اون فالس ناینه که میگن، در واقع یه مهاجم سایه است، یه بازیکنیه که مهاجم نیست، به عنوان مثال هافک تهاجمی، وینگر، یهو تبدیل میشه به مهاجم، میره مهاجم دو بازی میکنه، اینو بهش میگن فالس ناین. یعنی این فالس اطلاقیه به این که به هر پستی، هر بازیکنی که از در واقع شکل کلاسیک خودش در میاد به یه چیز دیگه تبدیل میشه. یه مورد دیگه هم که میخواستم اشاره کنم و یادم رفت، دلم هم نیامد، فیلیپ لامی بود که توی بایر مونیخ زیر نظر پپ کار میکرد. اونجا هم باز پپ علاقه داشت به اینورتد فول بک ها، چون اصلا بیلداپو زیاد دوست داشت دیگه پپ و بازی سازی و پاس های متوالی در واقع از تاکتیک های پپ بود. برای همین فیلیپ لام هم اضافه میشد به هافک و این توانایی رو داشت که بتونه بازی سازی کنه و در واقع خط برتری عددی رو ایجاد کنه. خب دوستان، نقش آخری که میخوام در ارتباط باهاش صحبت کنم وینگ بک هست. در واقع فول بکی که توی سیستم 3 دفاعه بازی میکنه و تقریبا نقش یه وینگر به خودش میگیره و یه ویژگی های خاصی داره این پست، یعنی بسیار هجومی تر از فول بک کلاسیکه و تقریبا یه چیزایی مثل در واقع اوورلپینگ فول بک هست، یعنی باید مدام کناره خط بره بیاد و اون فضاها رو کامل پوشش بده، کل خط رو باید پوشش بده، هم تو دفاع هم تو حمله، هم قدرت بدنی بالا میخواد، هم سرعت خوب میخواد. اگر بخوام دو تا از بهترین وینگ بک های دنیا رو مثال بزنم، به نظر من یکیش اشرف حکیمی مراکش و پی اس جی است که استاد بازی تو نقش وینگ بک بود و هست و همونطور که می‌بینید چه سرعتی داره، چه قدرت بدنی داره، میره میاد کنار خط. و ایوان پریشیچ هم در واقع تو تاتنهام تو سیستم 3 دفاعه کنته نقش وینگ بک چپو داشت بعضی اوقات. مسئله‌ای که هست میخواستم عنوان کنم تو بحث پرسپولیس. ببینید وحید هاشمیان به نظر من احمدزاده رو به عنوان اینورتد فول بک میخواد استفاده کنه، گرچه اون توانایی لازم رو نداره، خیلی بهتر از میلاد محمدیه. میگم چون یه بازیکنی میتونه اینورتد فول بک بازی کنه، همونطور که گفتم، که بتونه توانایی پاسکاری، توانایی بازی کردن تو هافک وینگر رو داشته باشه که احمدزاده این توانایی رو انصافا داره و بارها من حرکاتش رو دیدم که چطور زده به خط هافک، اضافه شده، کمک کرده. و من فکر میکنم وحید هاشمیان اینو از در واقع پپ گواردیولا زمانی که رفت اونجا کارآموزی کنه توی بایر مونیخ یاد گرفت و اینو برداشته و میخواد توی پرسپولیس استفاده کنه. منتها شما باید ابزار لازم هم داشته باشی. گفتم یه اینورتد فول بک کم گیر میاد خوبش. احمدزاده بهتر از میلاد محمدیه و به نظر من میلاد محمدیو دارن توی تمرینات باش کار میکنن که یاد بگیره که چطور بتونه اضافه بشه به هافک و ازش استفاده کنن. همون گلی هم که گل نشد، همون دروازه خالی هم که میلاد محمدی زد آخر بازی با سپاهان، اگر دقت کنید میلاد محمدی زده بود تو خط هافک و از خط هافک اضافه شد اومد جلو و این نشون میده که داره روی میلاد محمدی هم کار میکنه به عنوان اینورتد که بیاد وسط زمین و بتونه حمایت کنه خط هافک. و منتها در شرایط حاضر احمدزاده کنترل بهتری داره توی حرکات پا، پاس دادن، سرعت و
کلا اون اسکیل هایی که مرتبط با هافبک و وینگر هست احمدزاده بهتره. من فکر میکنم به خاطر همین مسئله هم هست که هاشمیان ترجیحش داره میده در واقع به میلاد محمدی تو پست دفاع چپ. خب دوستان مرسی از این که تا اینجای برنامه با من همراه بودید. حتما نظراتتون رو برای من بنویسید. نمیدونم موافق هستید مخالف هستید در ارتباط با احمدزاده میلاد محمدی. ببینید من نظراتمو گفتم، فنی هم صحبت کردم. حالا شاید بعضیا مخالف باشن، ما اینجا اومدیم گفتگو کنیم، صحبت کنیم. من انرژی میذارم بحث فنی رو تا جایی که میتونم دارم میام شیر میکنم. منتها شاید اشتباه هم بکنم، یعنی اشتباه این باشه که خب واقعا این شکلی نباشه الان تو دفاع چپ پرسپولیس. منتها نظرم این چیزی که دارم میبینم و تحلیل میکنم و دوست دارم شما هم کامنت کنید، لایک کنید، نظراتتون رو برای من بفرستید. اینطوری بهتر میتونیم کانال رو پیش ببریم. دم همه شما گرم تا برنامه بعدی.